های مای بد فوتارمی، به یه ویدیوی دیگه خوش اومدی. آقا امروز یه ویدیوی بمب براتون آوردیم. اگه نمیدونید رونالدو از النصر ناامید شده و اومده یه چنل یوتیوب زده. به هر حال زندگی دیگه باید یه جوری بچرخه. همین اول کاری یه ویدیوی سوال و جواب خفنم با جورجینا گذاشته که براتون به زبان شیرین فارسی آمادش کردیم تا شماها هم عشق کنید. یه سری سوال از کریس و جورجینا پرسیده میشه تا ببینیم کی پارتنرشو بهتر میشناسه. هر کس جواب درست رو بده یه امتیاز میگیره و هر کسم که جوابش اشتباه باشه طرف مقابلش میتونه بزنه روی این بیلبیلک قرمزه. آهنگ مورد علاقه جورجینا چیه؟ کریس میگه اون موزیکای مورد علاقه زیادی داره و یه جورایی مطمئن بود که درست نوشته، ولی وقتی جواب جورجینا رو میبینه حسابی برگاش میریزه و میگه مگه آخرین بار با این آهنگ موزیک ویدیو نگرفتی؟ بانو هم پوکر فیس میگه خب چه ربطی داشت؟ ولی کریس از رو نمیره و میگه پس دوتامون باختیم. اصلا سلطان کلن باخت نمیده. آهنگ مورد علاقه رونالدو چیه؟ کریس که هنوز رو مود چیز کلک بازی گیر کرده، وقتی هنوز تایم نوشتن تموم نشده دکمه زنگ و فشار میده تا روحیه بانو رو خراب کنه. ولی وقتی جواب جورجی رو تخت سفید رو میبینه پشماش میریزه، چون بانو فرموده بود اون آهنگ مورد علاقه نداره، هر تابستون رو یه چیز قفلی میزنه. اینجا جورجینا یه امتیاز میگیره، کریس هم حسابی شاکی میشه و میگه چرا اصلا امتیاز گرفت؟ قبول نیست آقا. اولین دیتتون کی بود؟ حتی اگه کریس رونالدو هم باشی مثل بقیه مردا تاریخ اولین دیتت با رلتو یادت نمیمونه. البته سید یه چیز شعر از خودش در آورد و نوشت 5 ژوئن تا مثلا کارو جمع کرده باشه، ولی خب بعد جوری رید، چون جورجینا با کلی ذوق و شوق و عشق نوشته بود تابستون 2016. فقط اون قلبی که کشیده. بانو تا جواب کریسو میبینه حسابی میخوره تو ذوقش و میگه نه. بعدش هم با هرس دکمه ضرب در و فشار میده. جورجینا همیشه دوست داره درباره چی حرف بزنه. کریس اولش مقاومت میکنه و میگه این چه سوال زشتیه، من نمیتونم بگم، روم نمیشه. ولی بعدش میگه درباره بچه هامون حرف میزنه و بانو هم دقیقاً همینو نوشته. البته ما که فهمیدیم داستان یه چیز دیگه است و هر شب تو اتاق کریس شب جمعه است، ولی خب باشه قبوله. رنگ مورد علاقه کریستیانو چیه؟ کریس با اعتماد به نفس میگه این خیلی آسونه، بیا دوتامون بگیمش. ولی وقتی تخته هاشونو برمیگردونن میفهمه جورجینا نوشته سبز یا قرمز، در صورتی که رنگ مورد علاقه حاجیتون سفیده. اون حسابی شاکی میشه و پاشو میذاره رو میز و میگه من همیشه کفشام سفیده ببینشون. یه دعوای ریزی هم میکنن و کریس خیلی شاکی میگه این اصلا منو نمیشناسه، این دختره کیه؟ حاجی تو هر شب بساط شب جمعه ها رو با همین دختره پهن میکنی، بعد از ما میپرسی این کیه؟ بعدش هم تا میبینه تنور داغه امتیازا رو اینجوری میکنه. ولی سلطان ما حواسمون هست، تقلب نکن. کی توی بازیگری بهتره؟ هم رونالدو هم بانو جفتشون رو تخته اسم خودشونو مینویسن و دوباره جر و بحثشون شروع میشه. کریس میگه نه اینجوری نمیشه، باید راستشو بگی، معلومه که کی بهتره. بازم بانو مثل همیشه شاکی میشه و میکوبه رو بیلبیلک. کریس هم که میبینه اوضاع خرابه هی میگه فیلمو قطع کنی. یکم که جورجینا آروم شد اومد گفت برای من خودم بهترم و برای تو هم خودت بهتری، البته من زودتر تونستم بازیگر بشم. بانو با این تیکش قشنگ کریسو خراب کرد. برنامه‌ای که ما برای امشب داریم و یادته؟ خب دوستان ویدیوی کریس همینجا تموم شد، ولی از ریاکشناش معلومه امشب قرار حسابی سورپرایز بشه. منتظر پارت 2 ویدیو باشید که بعد از منتشر شدن سریع براتون آمادش میکنی.